سلام بچه‌ها، به ولاگ خانه همایون خوش اومدید. همایون هاوس خونه دایم آقا، خونه دایمه. میخوام بهتون نشون بدم ولی خیلی عجیبه، یعنی برای من که عجیب بوده. بریم با هم دیگه ببینین. بیا اینجا ببین، در همون در قدیمیه، یعنی درشون همون در قدیمه و اینجا یه دونه در دارن که اینجوری ما میزنیم. آها صدای تفتان داره میاد، سگشونه. کیه؟ منم توهی. خب بریم. سلام. خب اینم دایمه. میکروفون البته نمیدونم چجوری بهش میکروفون وصله، ما بیرون نمیدونم ولی میکروفون بهش وصله. اومدیم خونه‌شون. سلام علیکم. سلام. خودت یه معرفی بکن به فالوورای ما. رامین خسروتاش، مهندس معمارم، و مریم همسرم هم که حالا میبینینش، اونم مهندس معماره. اینم صدای سگمونه. تفتان. بعد ما 3 سال پیش اینجا رو گرفتیم و شروع کردیم بازسازی کردن. حالا سهیل لطف کرده میخواد که یک گزارشی انگار تهیه کنه. من خیلی خوشم اومد گفتم براتون نشون بدم. از همین دم در شروع کنیم. ببین من یه چیزی فهمیدم، میگم شما بگو درسته یا غلطه. ببین توی یزد یه اتفاقی که میفته اینه که دراشون یه دونه از اینا داره، یه دونه هم یه مدل دیگه داره که اینو که میزنن یکیش صدای نازک‌تر میده، یکی صدای بم‌تر میده، یکیش خانومه، یعنی اون پشت در کسی که هست خانومه، یکیش پشت در آقاه. ولی شما یه دونه است. چرا؟ بله، چون مسئله اون حرمتی که گفته میشه که اون حرمتی که مسلمان ها برای زن و مرد، فاصله زن و مرد دارن، توی زردشتی ها نیست. محل زردشتی هست. بله بله. اینجا یه ده زردشتی خارج از دیوار قدیم یزد بوده به نام خرمشاه که زردشتی نشین بوده. یکی از اصیل ترین مناطق زردشتی نشین ایرانه اینجا. بریم تو دیگه. بله. بله. تو این دره رو ببین. این در فهمیدم. ببین وقتی میری بیرون اینا 3 تا قفل داره. درست دارم میگم؟ بله. یاد گرفتم اینا رو. 3 تا قفل دارن. یکیش اینه اینجاست. نمیخوام من اینو که میچرخونم یه آهنی اون پشت جابجا میشه. اینا. خب این چیکار میکنه؟ من برم ببندم براتون. درسته؟ عالی. آره. ببین الان در پیش شد. ولی من میتونم همون بیرون در رو وا کنم و بیام. یعنی برای اینکه در پیش کنن یه قفل دارن. یه قفل دیگه دارن که اینه، این چوبه است که میتونه اینجا در رو ببنده. برای چه زمانی؟ برای اینکه میخوان از خونه برن بیرون، قشنگ برن دور بشن. آره. اینم برای اینکه تو خونه هستن و میخوان در رو دیگه ببندن، قفل کنن. قفل هم میشه اینجا زد. بله. یه قفل هم اینجا میتونی بزنی دیگه در کامل قفل بشه. بله. یعنی 3 تا قفل دارن. بعد اینو نگاه کن، تو این کلیدشه. یعنی میرفتن بیرون اینو با خودشون میبردن. اینطوریه. هنوز شما اینو با خود میبرید؟ بله. متاسفانه یه دونه هم داریم. باید بذاریم پشت گلدون کسی که آره از اون کارا میکنه. ببین اینجوری نکن. این میخوره به اینجا. کلید نگاه کن. شاه کلیده. اینطوری میخوره این تو. حالا نگاه چه اتفاقی میفته اینجا. نکن. این میاد و اون تو بسته میشه. من بازش کنم. برم بیرون ببینید شما. برم. بسته شد؟ بله. باز کنم. چقدر زمان میبره. فکر کن سگ دنبالت باشه. حالا به این صورت اینم کلیدش. یا تو هم اینو میگیری میندازم. اینا اسماشون هم بگو بگو. اسم بالایی این گلوموک که غلام خونه بیرون میرفته برمیگشته راحت اینو مینداخته چون اون کار سریع. آره شاید مثلا یه همچین به این دلیل. این اسمش تژه است که خیلی تکنیکاله و واقعا کار میکنه با اینا. این یکی شوبند. این 3 تا اسم رو دارن. بله. این قبل اینکه به اینجا رو یه دقیقه بچرخ اینجا رو ببین. من دایی من به جز اینکه معماره این کارهای هنری با چوبم انجام میده. چی بهش میگی معرف؟ خوب نمیدونم ولی من بیشتر مشبک استفاده میکنم اسمشو. اون پس زمینه رو البته این برگا بوده مریم به عنوان یه تابلو. اینا چوبه. یعنی این سری کارهای چوبی میکنه. حالا به جزئیاتش میپردازیم. بریم تو. خب ببین اینجا این آقا تفتانه. آقا تفتان اینا. بعد این دو چرخه‌هاشون اینجا گذاشتن. اینجا چی بوده؟ یه توضیح برامون بده این دره. برو عقب برامون بگی.
اینجا الان انباری شده ولی قبلا حمام خونه بوده، یه 3 تا پله میخورده میرفته پایین، گود بوده، یه مخزن آب حلبی این بغل بود، دودکش هم بغلش وجود داشت، زیر این آتیش روشن میکردن، یه شیر برنجی داشت که میومد بیرون، توی اون گودی که قرار میگرفتن یه ظرف به شیره وصل بود که سوراخ بود، آب که گرم میشد شیر رو وا می‌کردن به عنوان دوش قدیمی، هنوزم ما داریمش که اینجوری دوش می‌گرفتن. آره بعد قفله درشون نگاه چه مدل اینطوری، آره این زنجیره اینطوری میندازن این تو، در این شکلیه. میخوای باز کنی ببین؟ نه حالا جلوتر می‌بینیم دیگه داره. خب بعد اینجا بچرخ این آقا تفتان اگه بذاره، تفتان جان یه دقیقه میری اونور داشت، برو اونور، برو کار زندگی داریم. اینجا این پله ها میخوره میره به پشت بام، پله ها میخوره به پشت بام، پله خیلی سختی هم هست و اینورم که میاد این بیا اینور من برم جلو. اینجا خونه آقا تفتان کردن اینجا رو. اینجا خونه جون اینجا رو توی خونه‌های ایرانی یک چیز داریم، یک عنصر ورودی داریم به نام هشتی که سقفش معمولاً فرماله، یک سقف مثلا کار شده داره، حالا مال ما خیلی ساده است، کفش هم یک رسم بندی به قول خودشون، الان می‌بینید یه ستاره ای مثلا اوستای ما اینجا کشیده. خب میگن قبل بوده یعنی؟ نه این نه ولی فضا بله اوستا مال همینجاست و این موضوع اینه که چون خونه زردشتی بوده از این سنگ ریزا استفاده کردن، چون موضوع پاکی و ناپاکی از دید زردشتی‌ها اینه که نجاست، هیچ گونه نجاستی از بدن انسان به زمین نباید منتقل بشه. خب آب و خاک و آتش پاکن و باید پاک بمونن. حالا قواعدی داره این که مثلا این سنگ کجاها باید استفاده بشه. تو این خونه مقدار زیادی از خونه رو سنگ فرش کردن. شما سعی کردید که یعنی با اون با قوانین اونا بله که اینجا کار کردن. نه من به دایی میگم این چیه؟ این چرا اینجوری شیار داره؟ و اینجا تو نور توش کار کردن، LED توش کار کردن. خیلی جالبه. اصلا معلوم نیست ولی یادش که مال چی بوده این؟ مال کارگاه شربافی خودشون میگن، کارگاه پارچه بافی شربافی میگن. پارچه بافی این یه قسمت از دستگاهه که ما کندیم کار کردی گوشین. آره آقا تفتن اون موقع نرفته اینجا، ما اینجا این دو روزه الان رفتین تو گفتید اومد تو خونش. اینجا خونه تفتانه. ببین اینجا ورودیه، شما اگه بیا از پشت بگیر، بیا پشت ما بگیر که من توضیح بدم. برو ببین اینجا ورودی خونه که اومدیم، الان اینجا ورودیه، اونجا در پشت بومه، اون و این و ورودیه حیات اینجا. اینجا هم یه داستانی داره، بیا اینجا رو نگاه کن. اینجا که حالا الان چیز منبع آبشون اینا رو گذاشتن، خب اینجا رو دیگه باید خودش توضیح بده. بیا اینجا ببینیم چیکار بکنه. خیلی پیچیده بود. نگاه کن سقفش هم بگیر. خب این قد شد. حالا توضیح بده. اولین چیز باحالی که داریم اون دونه پرنده است که هر سال 2 تا 3 بار کسچایی‌ها توش تخم میذارن، جوجه میکنن و بودین؟ آره از اول بوده، هر سال هم داره مرتفع میشه، هی میان اونجا یه کارایی میکنن و مرتفع میشه تا تفتان نخوره. میافتن بچه‌هاشون، مریم اینا میان میگیرن، بزرگ میکنن، تحویل جامعه میدن. حالا فیلماش هم دارم بهت میدم. نه بابا 3-4 بار حالا داشتیم. این پله پایینه که به طبقه پایین میرسه، وجود نداشت، ما به دلایلی مجبور شدیم اینو بسازیم و درای پایین رو ما اضافه کردیم چون پایینی‌ها در نداشتن. اونجا یه مرغدونی بود که الان شده آشپزخونه. فکر می‌کنم اگه برگردیم از بالا بریم ببینیمش، آره بالاتره. آره یه ذهنیت داشته باشم راجعش. اون کوزه‌ها اینجا بوده. بله کوزه‌ها مال خود اینجا بوده. آره اون خمره شرابه فکر کنم. آره شراب می‌خوردن؟ آره بی تربیت. آره خب قدیم زردشتی ان دیگه، زردشتی‌ها برای اونها مشکل نداره. نه اونا تو دینشون مشکل ندارن. اینا از داخل لعابه، از بیرون هم لعابه که ترشح اصلا خوشم نمیاد ماده نداشته باشه. اصلا خوشم حس کنی هست. نه اصلا خوشم نمیاد کاری که می‌کرد. نه باشه اونا بخورن، ما که نمی‌خوریم، مشکل نداره. خب اینجا یه در ببندم رود. اینم تژه است می‌بینی؟ اینم تژه است. آره کلیدم داشته ما نداریم. اینم کلید داشته. بله بفرمایید. اینا خودش بوده یا شما؟ بله نه خودش بوده. بیا اینجا. آره نه نگاه کن این درا برای اینکه کامل باز بشه اینجا سوراخ کرد. خب بیا تو. ببین وارد که میشیم اول اونجا یه سری سنگ و عکس و اینا حالا بعداً بهش میپردازیم.
بیا وارد شو. کلید پریزاشون هم ببینید، اینا هم بعداً بهش میپردازیم جلوتر. خب اینجا وارد یه حیات خیلی باحال میشی. حالت واید داری میگیری. نگاه کنید اصلا چقدر جالب. بعد این از اینجا طبقه پایین دوره پایین درخت داره. نگاه کنید اینجا گل و گیاه داره، اونجا یه سری گل داره. بعد اینجا یه اتاق اینجا دارن، یه اتاق این ور دارن، اون ور آشپزخونه است. بعد بگم که یه دونه سالونی هم این بالا دارن. سالن بالا رو بگیر. سالن بالا. این سالن بالا رو بگیر. بخاری هیزومی دارن که عشق منه و از همه مهمترین بخاری هیزومی اینه که به جز اینکه این پایینش چوب میزن، اینجا تنور داره که تو این تنور من میتونم براتون سیب زمینی تنوری درست کنم. یعنی من درست میکنم و میخورم و خیلی حال میده. الان این قسمتی که ما هستیم بهش میگن پسکم، درسته؟ پسکم زرتشتی بهش میگن و اون پایین رو بهش میگن گودال باغچه. بعد اینا همینجوری بود؟ بله به نحوی بله همین شکلی بود. یعنی یعنی الان این کفی که اینجاست مال خودشه کفه؟ بله این از این 150 سال پیش فکر نمی‌کنم دست خورده باشه. کف مال خودشه، یعنی از 150 سال پیش مال خودشه. بعد این خونه چی کاگله؟ چی؟ بله خشت. یه تکنیک جالبی دارن که زمین رو میکنن. نه کامل یه موقع کسی پیدا نشه که متخصص باشه بیاد سومون کنه، ولی زمین رو میکنن، همینجا خشت میزنن، گل رو تبدیل به خشت میکنن، میذارن یه طرفی آفتاب میخوره، خشک که شد اون قسمتی که کنده بودن رو شروع میکنن دیوارچینی کردن. یعنی در واقع از زمین خود اینجا خونه رو میسازن. واسه همین پایین خونه ها معمولا خالیه، یه منطق چند سویه داره دیگه. هم وقتی که پایین رو داری توی همچین جای گرمی صدا زیاده. بله ما حتی سعی کردیم توی جایی که خیلی تو معرضی دیده آجرامون رو از همون آجرای قدیمی، اگر جایی خراب شده بود آجری اضافه اومده بود، مثلا جایی که دیده نمیشد آجرای قدیمی رو، مثلا اینا رو نگاه کن، ما همه اینا آجرای خود اون موقع است، ما سیو کردیم اینا رو نگه داشتیم که دوباره بیاریم برای نرده اینجا نرده رو یعنی آجرایی که در آوردینم نگهش که هم آجر بله خود آجر رو استفاده کنیم. وقتی که نو میشه آجر جدید میذاری اون برای ما دیگه اون مفهوم رو نداره، اون احساس رو نداره. اینم از این. بله این بالا یعنی همین شکلی بوده. بله حتی گچ ریختر هم اینجا دیگه ترمیم نکردیم، گفتیم اونم بمونه که یعنی گچ هم مال خوش بوده اینجا. بله گچ هم خوش. آره سیمکشی روکار در حد مختصری داشته که حالا ما بله که حالا یه ذره ما زیادش کردیم. این قسمت رو روکار کار کردیم ولی بقیه خونه رو تو کار و خیلی هم سعی کردیم اون حس و حال بمونه دیگه، از بابت اینکه این عکس‌ها چیه؟ چجوری بگم داستانشونو؟ اصلا این همایون کیه؟ تو که رامین اسمه همایون. خب داستانشون رو بخوام بگم موضوع اینه که اینا یه زوج نسبتاً مرفه زردشتی بودن، وضعشون خوب بوده و بچه نداشتن. زردشتی ها یه سری سنن و نظر و نیازهایی، اگه من میخوام به زبان خودمون بگم که متوجه بشن، یه سری نذوراتی دارن که سالیانه باید انجام بدن و یه مراسمایی دارن که برای احتمالاً اینه شادی روح گذشتگان نیاکان، یه سری مراسم‌ها برای اللهم صل علی محمد برای ساکنین قدیم اون خونه انجام میدن. خب وقتی یه نفر یعنی حتی اون خونه مال خودشون یعنی فامیلشون نباشه. حالا ببین چجوری میشه. ببین این خونه برای ساکنینش باید این نذر رو انجام بده، باید این کار رو انجام بده. یعنی هر کس که تو این خونه باشه زردشتی‌ها این خونه رو واسه همین به مسلمون نمیفروشن. اینا خیلی سختگیرن راجع به اینکه مال به مسلمون بفروشن. قواعدشون هم اینجوریه که اگر کسی بمیره و بچه نداشته باشه انجمن زردشتیان یک پلگذاری انجام میده. یک پلگذار در واقع یک کسی که اصلا ممکنه ربطی هم اینا نداشته باشه ولی اون رو به عنوان وارث مشخص میکنن، میگن این آدم تمام مال رو بهش میدیم، در قبالش باید اون کارها رو هم انجام بده. قدیم چون این من از خود انجمن شنیدم، قدیم چون انقدر این
ساختمان ها ارزشمند نبوده، این مال ها مال پولسازی نبوده، خیلی مشتری نداشته، بیشتر دردسر بوده. ولی الان خیلی‌ها تمایل دارن که آره من پل گذار میشم و اینا. خود پلم من اصلا. آره ذات پلم، خود پل من پلم. آره. و چیزی که الان توی اینجا اتفاق افتاده، این 2 نفر که فوت شدن با فاصله 9 سال فوت شدن، بهرام و همایون. نه چیز نبودن، جفتشون آقا نبودن. همایون اسم زنه در زبون در فرهنگ زردشتی ها. بعد وقتی همایون فوت میشه پلگذاری میشه، میدنش به یک زردشتی تقبل نمیکنه ماجرا رو و میفروشه به یک مسلمون. ما هم از مسلمون یعنی پل خالی بندی بوده. آره یه پل فیک زده بوده و پل زده بوده گرفته بوده کارا. حالا نمیدونم، من قضاوتش که نمیخوام بکنیم، ما قضاوتش نمیخوایم بکنیم. به هر صورت این فروخته. اینا رو یه ذره باید کمتر گذاشت. فکر کنم شکایتی وجود داشته باشه. نه دیگه چیزی که شنیدید دیگه اینه. آره ما چیزی که شنیدیم و قضاوت هم واقعا نمیخوام بکنم. به هر صورت فروخته به یک مسلمان. خب و شما یه نفر خریدید. ما از یه مسلمان خریدیم. معمولا زردشتی‌ها نمیفروشن به دلیل اینکه میگم یه محدودیت‌هایی یه چیزی دارن دیگه، یک قواعدی دارن که لازم میدونن حفظش کنن، حریم و حرمت خودشونه، حقشونه. حالا ما که خریدیم اونا بهشون گفتیم آره اگر اینجا نظری داره کاری باید انجام بشه به ما بگین. اونا گفتن نه دیگه پای شما نیست، اون بابا باید این کارو می‌کرده که نکرده. ولی ما داریم انجام میدیم. یعنی خودشون رو دعوت می‌کنیم، موبدشون و اشخاصشون رو دعوت می‌کنیم آقا بیاین شما سنت خودتون، رسم خودتون رو انجام بدین اینجا. اگر که بهش میگن گنبار، یک مراسمی دارن که اوستا میخونن، یک شیرینی و میوه و اینا پخش میکنن و نیایش خودشون رو میکنن. تموم. شیرینی میوه اینا میدن. آره خونه ما بیان چیزی هم هست اونجا انجام بده. خب بریم عکس‌ها رو ببینیم با هم دیگه. خب این عکس‌ها مثلا که داستانی داره. این عکس‌ها کیه؟ این کیه؟ این مادر همایونه. آها این پدرشه؟ بله. مرحوم رشید جوانمرد خرمشاهی. بله. جالبه سهیل، یه چیز خیلی جالب براتون بگم. اینا عکس نیست. نقاشیه. بله، جفتش سیاه قلمه. احتمالاً که تو هند هم کشیده شده. اینم کلاه خانم آزاده با عینکش، نمیدونم چرا اینجا گذاشته ولی یه حالت چیزی داره، اصلا انگار جزء یه آدمیه. بعد جالبی قضیه اینه که روی جعبه کلاه خانم همایون گذاشته. این جعبه کلاه از اونی که پر داشته و اینا، این مال خانم همایون بوده. خیلی عیون بودن. عیون بودن. آره. جعبه کلاه دارن. آره. کلاهتو میذارم تو جعبه. بعد با جعبه میبریم. اینا بستگان هستن. یعنی شما اینجا رو با وسایل خریدید؟ بله، خونه قدیمی توی یزد فروخته میشه با وسایل فروخته میشه. اینا بستگانشون هستن که اسمش پایینش نوشته شده. اکثرا به اینا میگن پارسیان هند. اون کسانی که از هند سفر کردن، از زردشتی‌ها از ایران سفر کردن رفتن. بله نه بستگان. ببین فکر کن مثلا تو قفقاز ما خیلی ها رو داریم از ایرانی‌ها که رفتن اونجا و دارن زندگی میکنن. بستگان کسانی هستن که تو ایرانن یا معکوسش. اینا هم بهشون میگن پارسیان هند. یه قشر معروفی هم تو هند، خیلی پول دارن و ازشون خوبه و یه جامعه کاملا ثروتمند، کاملا مشخص و به نامیان توی هند که رفت و آمد هم خیلی دارن، نامه‌نگاری دارن و ما نامه‌هاشون اینجا پیدا کردیم که از اونجا آره نامه‌ها یه جاهایی هم چال شده بود توی خاک و خل. اون موقع نه یادش رفته، گذاشته لای دفتره رو گذاشته جایی و مونده بود و مریم اینا رو دونه دونه پیدا می‌کرد و می‌خوند که مثلا کی به کی ربط داشته، فامیلاشون رو پیدا می‌کرد. خیلی جالب بود. همایون خلاصه وقتی که فوت میکنه یه کار جالبی میکنه، داراییشون رو تبدیل به وقفیات میکنه. 2 مدرسه میسازه و انگار آب انبار و اینا هم ساخته. 2 مدرسه، یکی به نام خودش یکی به نام شوهرش. مدرسه آقای بهرام ایزدی هنوز هست، یه دبیرستان بزرگ مرکز شهره، یعنی بسیار مدرسه خوب و مشتیه و خانومش هم پشت همون مدرسه دخترونه به نامش هست. البته بعد از انقلاب انگار که اسم خانوم رو عوض کردن، یه اسم دیگه گذاشتن. اسم خود همایون نبوده، شهناز یا هم چیزایی بوده، اسم مدرسه عوض کردن. ولی اسم مدرسه آقای
بهرام ایزدی هنوز هست، میتونید ببینیمش. شوهرش یعنی؟ بله. عکس شوهر رو نداریم، عکس خود خانم هم نداریم. عکس ازدواجشون رو پیدا کردیم که توی تاقچه‌ای گذاشته بودن که آب اومده بود و گل شده بود رفته بود. یعنی هنوز ندیدین شما؟ هنوز این دوتا رو آقا رو دیدیم، خانم رو ندیدیم. آقا رو دیدیم؟ بله آقا رو اگه من بتونم عکسش رو پیدا بکنم، یه تابلو بزرگ ازش داریم. این یه انباری وحشتناک مال منه. کارای آره ابزارای منه. اوه چه ابزارایی داری؟ مثلا چی لازم داری؟ پیشگوشتی اینا؟ حل داره میبریم دیگه. خوب داره ابزار، خوب داره. میگن اینجا ناکن چوب میسوزونه. این نارگیله رو من خریدم امروز، خراب بود. فقط چوبش چوب این هیزم برامون 70000 تومان در اومد. گذاشتم اینجا چوب میسوزونم. اینجام که امشب میخوام توش یه دونه نون سیر بزنم ان شاء الله. وای. اینا چیه؟ اینا سنگای قرار بود از این سنگایی که کف دست میگیرن، وقتی گرم میشه کف دستت میتونی بگیری لذتشو ببری. بعد همسایه ما بچهای پایین این مهندس معدنه، رفته کورگیری معدن رو برده چیز باحالیه. بریم اونور ببینیم چه خبر. این نگاه کن اینجوری درش همین فیوز برق. مودم تکنولوژی رو قایم کردن اینجا هستا. یواشکی از تکنولوژی استفاده میکنن. فکر نکنید اینجا خبر اصلا تکنولوژی نیست. هست ولی یواشکی اینجوری باحال‌تره. اینو بچه‌ها ببینید. اینو من براتون توضیح بدم. اینو من خودم میگم یعنی اینجا یاد نگرفتم. من چون قبلا کار سنگ قیمتی نیمه قیمتی میکردم. اینو نگاه کنید، اینو طلایی رو. اینو بهش میگن طلای ابلهان یا پیریت. من یه روز یه مشتری داشتم اومد اینو تو دکور مغازه داشتم. بعد اتفاقی که افتاد، حالا ما مشتری اومد گفتش که آقا اینا چیه؟ گفتم طلای ابلهان. گفتش که گفتم چرا؟ گفت من اینا رو پیدا کردم یه تعداد زیادی، بردم طلا فروشم گفت احتمالاً طلاست و اینا. منم زنگ زدم رئیسم، هرچی فوش بلد بودم اش دادم، گفتم برو بابا دیگه من اصلا اینجا کار نمی‌کنم و فلان اینا. بعد میگه بعداً فرداش رفتم اینا رو بفروشم، فهمیدم که اینا طلا نیست و همینجوری تو خونه مونده. و دقیقاً طلای ابلهان که میگی راست میگی. من اونجا دیگه اخراج شدم، دیگه نتونستم برگردم سر کارم. حالا نگاه کنید اینا همون فامیلاشونه، لباس هندی تنشونه. پس زمینا رو می‌بینی سویل نقاشیه. همه نقاشیه. خود عکس رو روی نقاشی انگار نقاشی می‌کردن، انگار عکاسی می‌کردن، بعد پس زمینا رو نقاشی می‌کردن روی جزئیاتش رو مثلا می‌کشیدن. یه چیزایی هم زیرش نوشته. بله اسم هر کس مشخص. خب بیا اینجا نگاه کن. اینجا یه دونه این کلیداشون این شکلیه. حالا نمیدونم چرا این شکلی، از کجا پیدا کردن این کلیدا اصلا نمیدونم. از کجا پیدا کردن این کلیدا؟ لاله‌زار یه نفر داشت. چرا این شکلی؟ می‌خواستیم برگردونیم به فضای همون موقع، به انگار که مثلا خود بهرام و همایون مثلا توی زندگی کردن. کلیدهای زمان خودشون همینا بود که به دیوار بود. این ولی تنوع داشت. ژاپنی بود، آلمانی بود، اینا همه یوگسلاوه. حالا این مهم نیستش، ولی اینجوریه. این عکس‌ها هم دایم خودش عکاسی کرده از آفریقا. نگاه کن. اینو فکر کنم اسمش رو بذاره پرنده نسخ. عکس پرنده نسخ رو میتونید از کارهای هنری و این بخرید با 150 میلیون تومان قیمت. یعنی قیمت گذاری کردم من یهو. متشکرم. به خاطر اینکه پرنده نسخ خیلی حالا بیا این جلوترم میمون نمیتونم دیدم به چیز میرسم. البته با کلمات خوبی نمیرسم هرچی فکر میکنم. بیا اینجا هم بگی. بیا او این چیه؟ اینجا پکیج اونجاست. خب این تو پکیجه. پکیج و ماشین یا لاندریه در واقع. خب گفتن بعد حتما هواکش داشته باشه، خیلی زشت شده بود. من اون رو ساختم اونجا گذاشتم که اینا رو خودت با ارمونی درست کردی؟ جعبه میوه بود. خیلی حال داری خدایی. خداییش خیلی. البته اون برش‌ها دورش که موجوده. این آفریقایی خوشگلیه. دماغش انگار عمل کرده. ان شاءالله که به پایم پیر شه. اینا رو میگی؟ اینا زنگبار من اینجا هشبا خوردم. اینقدر خوشمزه بود. هشبا عالی بود. ببین اونور نکن، اونجا رو بگی. اینجا حیاته. اینجا حیاته. اینورم یه اتاقه رو بگی بیا اینجا. اونجا حیاته بچرخ سمت من. اینجا یه اتاقه که حالا الان خوابا نمیتونیم بریم داخل. بذارم اینجا. اتاق ساده است. بیا بفرمایید. این ور سرویس بهداشتیه که خیلی هم شیک و مدرنه به نظر من سرویسشون. نه آره میریم.
بلاگه دیگه. بیا توی سرویس رو ببین اصلا. ببین سرویسش چه شکلیه؟ مدرن، شیک. برگرد رو با آینه. رو با آینه. خب یه چیز جالبی که من اینجا متوجه شدم اینه که بعضی چیزا رو این رامنده اینجا مدرن کار کرده. مثلا در سرویس پزشکی دیدی مدرنه، یا مثلا اونجا یه لوسترای واسه من گفتم نمیخوره، چرا بعد یه چیزی بهم گفت خیلی جالب بود. گفتش که اینجا چیز مدرن که کار می‌کنی توی این، حالا اگه درست بگم مدرن که کار می‌کنی تو فضای قدیمی کهنه اینطوری باعث میشه حس تمیزی بده. و راستم میگه. حالا بقیه‌شو خود توضیح بده دیگه، زاد تخصصی بود. همین بود. آره خیلی برام جالب بود. چایی هم برای خودت ریختی؟ نه برای شما ریختم ببخشید. بله. خب بچه‌ها چون دیدم که بعدش هم ازم نه. نه خب می‌خوام بعدش بگم که اینجا آشپزخونه است. بیا از اون ور بگیر آزاده. برو اون ور بگیر. از آشپزخونه است. الان این صدایا میاد، این ماش ظرف شده ظرف میشه. اینجا استفاده می‌کنن، خونه‌شون زندگی می‌کنن. مثلا سینک و اینا همه مدرن ایناست. و یه اتفاقی که افتاد اینجا مطبخ بوده. مطبخ خونه اون سقفش هنوز نگه داشتن. نگاه کنید. این به خاطر غذا پختن ایناست. بله. اینجا تنور بوده. اینجا می‌بینید الان کابینت در نداره چون دراشو کنده گذاشته اونجا رنگ بزنه. یعنی کابینتشون در داره، خوشگل هم هست ولی گذاشته اونجا رنگ بزنه. و اینجا گفت چیه؟ لونه؟ این لونه پرستو اونجا یه دونه دیگه اونجا داره نگه داشتن. اونا نگه داشتن. این چیه؟ والا دو تا چیز اینجاست من نمیدونم چیه. یه دونه اینه. حسیره. بگم؟ آره. ویجو. چی؟ ویجو یک وسیله برای یه از دیام بعضیا نمیشناسن ولی زردشتی‌ها به ما گفتن وسیله برای دور نگه داشتن بچه، مورچه و موش از غذا. یعنی اینو توی یه جای مرتفعی غذا رو میذاشتن و با طناب میکشیدن بالا که چیز نشه. حرکت. اون چیه اونجا؟ ببین این خونه ها پر حفره است به خاطر نوع معماری و سازشون که با هم دیگه در هم تنیده است. این یه اتاقکیه. یعنی از اون ور نورگیر داره و حیاط. میتونی بری اونجا اصلا بخوابی. جا داره انزه خواب جا داره. آره بنزه 2 نفر جا داره قشنگ کنار هم بخوابن. چقدر جالب. یه چایی هم بریزم بریم اونجا. اینجا اتاق ماست. ما این اتاقو تسخیر کردیم. بفرمایید داخل. فتح کردیم. سکونت بود. این درای کابینت هستی که گفتم رنگ کردم خوشگل میخوام بذارم. هنوز تکمیل نشده. این چای منه که من چای ریختم میخوام بخورم من خودم. اونجا که ما خواستیم اینجا رو فیلم برداری بکنیم همه چی رو تمیز کردیم اون تو. اون پارچه ها رو هم کشیدیم جلوش که کسی نبینه. یه چیزی بهت نشون بدم. بیا پایینو بگی پایینو بگی اینجا. واسه من لوستر رو بگیرم. خودت درست کردی این لوستر؟ آره خیلی زیباست. اینقدر مغازه‌ها رو گشتم واسه حباب‌های متفاوت. خیلی قشنگه. اینو چیه؟ این چیه؟ چرا باید طبقه پایین اینجا معلوم بشه؟ بیشتر به خاطر گردش هوا ما اینو گذاشتیم. خودتون باشه؟ اینو ما گذاشتیم ولی تو حیاط 3 تا بود. این یکی از اوناست. یه دونش الان کنار مونده، 2 تاش مصرف شده. یکی اینجا مصرف شد، یکی هم تو خود حیاط. یه دونم خود اینجا خود همین. بله. گیر آوردن این خیلی ناز دارن کسایی که اینا رو میسازن. اونی که داری رو باید حفظ کنی. نه که بگم میلیاردها قیمتشه. گرونه و خیلی ناز دارن برای ساختنش. چه جاله. اونورم بگی اونجا. بیا اونجا احسان خوابیده اون گوشه. بیا. رفتیم اونجا خواب. اونم احسان. اون پشت یه کرسی دارن. سقف اینجا رو بگی خیلی جالبه. سقف سوراخ. البته پلاستیک کشیده همه رو. بگن تابستونا برمی‌داره پلاستیکا رو؟ بله. باید که نورگیر بذاریم، هنوز فرصت نکردیم. یعنی نورگیر بذاریم که هم نور بیاد همین که چیز باشه دیگه. بارون و حیوان. آره خاک نیاد. اینجا هم قرار بوده شومینه باشه که هنوز وقت نکردم. اونجا هم یه سری دارون و اینا داره که دیگه پکیجینام گذاشتید، اضافه کردید پکیجینام. بیا بریم پایین. این پایین خیلی جالب. این آجرها خودتون اینا دیگه جدیده. بله این آجر جدیده. دیگه آجر ببین آقا اینجا هم یه دره که بریم تو. یه تو اینجا رو خودتون درست کردید دوباره؟ بله. چیز. بله. چی بیا تو بیا. اینجا یه سرویس پزشکی دیگه دارن که حموم هم هست. با زوره خیلی تمیز، خیلی لاکچری. این اصلا سرویس ها به چیز نمیخوره. سرویس ها خونه یه فضا انگار هتل وارد هتل شدی. اینجا یه حالت انبار داره براشون. چمدوناشون گذاشتن و حالا یه سری وسیله گذاشتن. اینجا قبلا چی بوده؟ این زیرزمین آشپزخونه بوده.
این چوب مثلا از قدیم بود دیگه ما برش نداشتیم مثلا. آره یه سریا بودن ما بر نداشتیم. توی توالت بالایی هم تو چاخونه رو ندیدی که هنوز او چرخ چاه بود. چه چراغی داره؟ فکر چراغ نداریم، چراغ داره خیلی روشن. بریم اینجا ما از این بر اومدیم الان طبقه پایین که از اون اول هم میتونستیم بیایم اینجا، همون دم ورودی هم میتونستیم بیایم اینجا این حیات باغچه پایینه، کوزه‌ها که قبل اینجا بوده. بریم اون برو نگاه کنیم. بیا اینجا رو بیاد داریم میبینیم. اینجا باید سراتون رو بگیرید پایین ها نه. خب من بشینم اینجا. آخیش بیا یه چیزی بهت نشون بدم داخل. نگاه کن دیوارو. این همون آجرچینی‌های قدیم رو استفاده کردن دوباره، یعنی چیز دست نزدم بهش. این همون دریچه‌هایی که گفتم از بالا از تو حیاط معلومه. حالا اینو چیز انداختن. حالا بیا اینجا یه چیز جالب بهتون نشون بدم. این عکس رو ببین. این عکس چرا تو این خونه نداره. این با بزرگ منه، یعنی با بزرگ دایی میشه، بابای با بزرگ من میشه که اینجا نمیدونم چی بوده رامین دایی؟ جاده خراسان رو امن میکردن. اون دوتا راهزنن، دو نفر راهزنن که دارن تفنگ تحویل میدن به ارتش و امان نامه میگیرن. مراسم این که دیگه تفنگ تحویل میدن و میگن آقا ما اشتباه کردیم. یه عکس تاریخیه دیگه. اینجا یه حالت تلویزیون گذاشتن، اینجا میتونید بشینید تلویزیون نگاه کنید. اینا رو هم از آفریقا آورده، خود داییم آورده اینجا گذاشته. درست میگم از آفریقا آره اون یه دونه اینجاست. بذار اینو برات توضیح میدم. آره بعد اینجا رو میریم. این بالا هم که همون حیاته. چرا بالا خیلی انگار ارتفاعش زیاده ولی از اینجا ارتفاعش زیاده. خیلی جالبه. از بالا انگار خیلی ارتفاع ولی از اینجا انگار خیلی ارتفاع نیست. صاحب اینا قمقمه آب تبتیه. تبتی‌ها تبت که رفته بودی. آره نگاه کن تو این مثلا آبشون این برابر میبرن. چه جنسشه؟ چوبه. اینو میتراشن بچه ولی خیلی سبکه. خب آره خیلی چیز سبکیه. چیز جالبیه. خیلی بامزه است. جشن تکلیف رو میگیریم برای بچه‌ها. من سانسور کنم قسمت بالاشو. بیا خب بیا بگیر. من سانسور کردم. این جشن تکلیف دخترای آفریقاییه. اینو هر خانواده‌ای برای دخترش درست میکنه، سفارش میده، درست میکنن. اینو دختر میبنده به خودش و مراسمی میگیرن، میرقصن و به روح بچه‌ای که قراره در بدن این خانم به وجود بیاد در واقع پیغام میدن که دعوتش میکنن که الان موقع نزوله، شما میتونین که به دنیا تشریف بیارین. آره خب برید من سانسورمو کنسل کنم. بفهم. اونم دایم خوش درست کرده. چوبه. اونو نه من نه کدوم فکرم اینو میگیرم. نه این چوبه. حتما. آره این چوبه خودش چیزایی نوشته روش. خب اینجا که میایید دوباره یه این راهی هست اینجا که یه آشپزخونه دیگه اینجاست. حتی این پایین هم دو سه تا اتاق بود که دیگه اتاقا میگم توش ساکن بودن و الان نتونستیم نشون بدیم. این سقف مال خودشه؟ بله این سقف اصلیه. چجوری است آجورا رو میچینن؟ جو علی خیلی ببین با یک متریال بسیار زمخت و خشن. بچه با تر اوسا اگر که دلی داشته باشه دل رو به کار میگیره. ببینی با همین هم اومده یک اینجا چی بوده؟ کرده. مرغدونی بوده. یعنی این واسه مرغدونی هم اینقدر ارزش قائل شده که یه طرحی بده. این سقف چپیله است. این نوع آجر اوسا اینو میگیره، این 5 تا آجر رو باید یه جوری نگه داره با دست. بله نگه میداره. از بالا شاگردش توی چاکایی که باز مونده ریگ میریزه، دونه شن میریزه که اینا معکوس نتونن پایین بیان. وقتی که یه مقدار قفل میشن از بالا گچ میگیرنشون میان بعدی. کار خفنیه. خیلی من نزدیک دیدم واقعا کار خفنیه. اونم با خشت اصلا بی‌نظیره. نه بابا خیلی چیز زمختیه. به نظر اصلا نمیاد که چیز خوبی باشه. چیز جالبی. این درا مال خود اونجا نه پایین بالا مال بله. اینجا رو دیدی از اینو ظرفشویی رو رامیده خوش. این چی بوده؟ این یه دیگه یه تشت مسی بوده که جهاز بوده. اینا ما هم یه گلابی جهاز از همایون داریم دیگه. روش می‌نوشتن
با قلم می‌نوشتن که جهاز کی بوده. نمیدونم این یه جاش نوشته شده که جهاز کی بوده. چه بامزه. آره. یه آشپزخونه کامل آره. جدید. اینم بهارخواب خرگوش من بود قفسش. ولی دیگه نیست خرگوشم. خرگوش داشتی؟ آره یه خرگوش داشتم طاهرخان بود اسمش. یه قفس واسش درست کرده بودم اینم بهارخوابش بود. در پشت میتونست بیاد بیرون نگاه کنه. ولی همش بیرون بود هیچ وقت تو نمود. همین فقط داشتین. یه جایی داشت خیالش راحت بود. آره. یه خونه ملک مهمه خیالش راحت بود. ببخشید. آخ من گیر کردم. چی شد؟ هیچی گوشیم خورد تو در. اینجا حالا ببین از کجا داریم این بالا. همون جایی که اون منبع آبه بود. و اون اول اومدم بهتون نشون دادم. الان دوباره اومدیم دم در بالا. این چیه؟ قفس ترقه یه جور پرنده بیابونیه که مثل کپک. بله. ما اونو گرفتیم خوشمون اومد ازش گرفتیم. ایشون هم بازم سر جاشونن. هنوز سر جاشه. بریم. اوه. بفرمایید. خب خانه همایون هاوس رو دیدید؟ یعنی خانه رامین که اسم همایون بوده الان دیگه خانه رامین و مریمه و خیلی قشنگ بود. دمتون گرم. من لذت بردم تا تفتان نیومده اینو ببندم که بیاد بره بیرون. خیلی قشنگ بود. خیلی خوشگل بود به نظر من. اصلا این معماری، این سبک معماری اصلا یه حال و هوایی خیلی باحالی داره به نظرم. دایم نمیدونم چیکار میخواد بکنه. میخوان اینجا رو اجاره بدن، فعلا هنوز ندادن. یعنی میخواد یه حالت بومگردی طور بشه ولی هنوز نشده. آره اون چیزی که دلم میخواد با اون 50-50 دیگه 50% حله 50% مونده و هنوز نشده. امکان داره بومگردی بشه اینجا. حالا من پیجشون رو براتون میذارم اگه خواستید به پیجشون فالو کنید بومگردی بشه اعلام میکنن تو پیجشون. امکان داره فقط برای عکاسی و اینا اجاره بدن اینجا رو اگر بخوان. فعلا که دارن خونه استفاده میکنن به عنوان خونه ولی امکانم داره کافه بشه. درسته؟ بله هنوز مشخص نیست. پیجو داشته باشید. توی پیج میگن که چی شده اینجا ولی برای عکاسی میتونید باشون هماهنگ بکنید که بیاید. برای عکاسی هم یعنی فیلم برداری عکاسی اینا میتونید برای اجاره بکنید ولی برای اینکه بخواید اینجا اقامت داشته باشید باید یا مثل ما چت بازی بیاید این توالت چت بازی و اینا از بالا فرود بیاید تو حیاط و اینا یه ذره زمان بره کار داره ولی خب من لوکیشن رو زدم همایونات بزنید میتونید پیدا کنید ولی یا اینکه با وایسید تا ببینید تکلیفش چی میشه. تو میراث و اینا هم ثبت دیگه یعنی این چیزی که نه خونه توی میراث ثبت نشده. درخواست خود شخصه اگر که بخواد ثبت میتونه بکنه اگر نه میتونه که وارد نشه. ما خودمون نمیخوایم. همه ساختن. بله اکثرا این محل ساخته شده. ما نگه داشتیم و خیلی هم با خون دل نگه داشتیم. خیلی آسیب دیدیم ولی خب پاش وایسادیم. تمام سعیتون کردیم. بله اگر کسی خواست بیاد یا خواست سراغ ما رو بگیره به هر صورت همین همایون هاوس رو وقتی که سرچ بکنه شماره گوگل همه چیش هست. لوکیشنش ولی پیجشون هم داشته باشید 100% اطلاعاتی که مثلا اگه قرار باشه اینجا چیز بشه هم میگید دیگه. اونجا به نام خانه همایون ما رو باید سرچ کنن. خانه همایون توی اینستاگرام. اسپلش هم بگو که ببینیم. خانه همایون فارسی. خانه همایون فارسی بزنم میاد. آره. خانه همایون. آره. خانه همایون فارسی بزنید میاد. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. مرسی که لایک و کامنت میکنید. مرسی که حمایت میکنید. ممنونم از شما که اجازه دادید خونه‌تون فیلم بگیریم. خیلی ممنون دیگه. مرسی از شما. خداحافظ شما. ما رفتیم. مرسی که ما رو دیدید. خداحافظ شما دیگه. خداحافظ. ما رفتیم. خداحافظ. آقا تفتانم اینجاست. تشکر کن بریم تفتان. بریم تشکر کن. خداحافظ. برو. بلند شو پسر. برو. بیا.